نروبیون یک آمپول تقویتی که شامل 3 تا از ویتامین‌های گروه B. ویتامین اول B1 یا همون تیامین کمک میکنه از کربوهیدرات انرژی تولید کنیم، هضم و جذب مواد غذایی راحت میکنه واسمون، سیستم عصبی رو تقویت میکنه و کمک میکنه به سلامت قلبمون. منابع غذایی چیان؟ غلات کامل، محصولات لبنی، سبزیجاتی که برگ سبز دارن. B6 رو میخوایم واسه افزایش چربی سوزی، افزایش ترشح سروتونین و نورپینفرین واسه اینکه سرحال بشی. سیستم ایمنی رو تقویت میکنه و آنتیبادی درست میکنه. تازه به عضله سازیت هم کمک میکنه، حتی باعث رشد مغز توی کودکان میشه. کمک میکنه هموگلوبین بسازیم که اکسیژن بهتر توی خون جابجا بشه. این واسه ورزشکارای استقامتی فوق العاده است. منابع غذاییش هم آجیل و ماهی سالمون و سینه مرغ. ویتامین B12 برای افزایش وزن، جلوگیری از ریزش مو، استحکام ناخن‌ها و افزایش تولید گلبول قرمز به دردتون میخوره. منبعش هم غذاهای دریاییه. راستی فالو یادت نره.